گویند یک روز رضا شاه در صحن شاه عبدالعظیم بوده که صدای فریاد جماعت را میشنود. از همراهان علت را جویا شد. میگویند یک کور مادرزادی بوده که شفا پیدا کرده است. رضا شاه دستور میدهد شفا یافته را به حضورش بیاورند. از او میپرسد شما کور مادرزاد بوده ای؟ طرف میگه بله قربان. رضا شاه میگوید یعنی الان شفا پیدا کرده ای و تازه چشمت بر روی دنیا باز شده است؟ طرف میگه بله قربان، با اعتقادات قلبیم از حضرت خواستم و او هم به من شفا داد. رضا شاه گفت اگر راست میگویی بگو ببینم این شال دور کمر من چه رنگی است؟ طرف هم نگاهی کرد و گفت سبز است قربان. رضا شاه میگوید 100 ضربه شلاق بهش بزنید پدر سوخته متقلب رو. وزیر رضا شاه با ترس میگوید قبله عالم او رنگ را درست گفت. رضا شاه میگوید چون درست گفت تنبیه میشود. آخه کور مادرزاد که تازه شفا یافته از کجا رنگ ها را میشناسد و میداند سبز چه رنگی است؟